یک. سلام علیکم. ببین بابا ما رو به چه کاری واداشتین. من دیگه نزدیکترین حالتش پنکه بود که میتونم براتون بگم. این پرکای پنکه کهکشان راه شیریه. این در پنکه اون حلقه نوریه که برعکس کهکشان دورشه. حالا فرض کنید اینجوری، خب یعنی به این حالت. ولی خب دیگه حالا نمیره جا، چه کنم من. کره زمین ما روی یکی از این دنباله هاست. 26,000 سال طول میکشه. ببین این دست من رو کره زمینه. 26,000 سال طول میکشه تا یه دور بزنه بیاد جای قبلی. توی این چرخش گاهی میرسه به این لاین نوری که دور کهکشانه. این لاین نوری ضخامت هم داره ضمناً. یعنی این پرک اینجایی که کره زمینه تا میاد از وسط این رد بشه بزنه بیرون مثلا 400-500 سال طول میکشه. این همون لحظه ایه که عزیزانی که تو کار آگاهی هستن، تو کار نوری هستن، میگن زمان بالا رفتن فرکانس زمین رسیده. فرکانس زمین به چه دلیل میگن بالا میره؟ چون کره زمین وارد نور میشه. این نور از چی تشکیل شده؟ ذره های ریز نور قابلیت اینو دارن که مثل فلش مموری کل اطلاعاتی که در طول کهکشان گذروندن در طول تاریخ رو تو خودشون ذخیره کنن و وقتی که این کره زمین میاد از این رد بشه تمام این فوتونای نوری دارن میتابن و میچرخند. در حال چرخش همزمان تابش هم دارن. همش تابش میشه رو کره زمین و 100% اطلاعاتی که از ازل تا اکنون از زمان کهکشان بیگ بنگ به قول دانشمندها هرچه اطلاعات توی این فوتون هاست تابیده میشه رو کره زمین ما. به این دلیله که میگن سطح آگاهی داره میره بالا. زمانی که این فوتون ها شروع میکنن به تابیدن خدمت شما عرضم مجبور میشیم همه چیز رو دیجیتالیزه کنیم. همونجور که میبینید یهو خیلی تغییرات تو این 40-50 سال اتفاق افتاد. تو 30 سال اخیر خیلی بیشتر. از زمانی که موبایل اومد 30 سال 25 سال پیش دوباره بیشتر شد. هی یواش یواش کامپیوتر اومد، نمیدونم همه چیز هی دیجیتالی شد تا الان که شما با یه دونه موبایلی که تو دستته منو داری میبینی. به همین راحتی من و تو ارتباط میگیریم توسط همین فوتون هایی که اومدن رو کره زمین. فیبر نوری کارش همینه، فوتون های نوری کارش همینه. سطح اطلاعات من و تو رو بالا میبره و حالا ممکنه این نمیدونم 400 سال 300 سال چقدر طول میکشه تا از این بزنه بیرون. این 300-400 سالی که ما توی این لاین نوری هستیم دوره آکواریوس اتفاق افتاده. بهترین، بیشترین، زیباترین حالت زندگی. وقتی دوباره این میچرخه از این میزنه بیرون 13,000 سال طول میکشه تا برسه به لاین نوری که اون طرف کهکشانه. درست شد؟ قطعش کن.